السلام علیکم. بابایشان درباره سطر روشنی می‌انداختید، زیرا در مجلس محله یک شخص فرمود که در بالای میز من قرآنی با ترجمه هست، در یگان جای او درباره سطر نیست و این زنها خودشان را مانند زاغ سیاه میکنند و این ملاها دیگر ما را فریب کرده نمیتوانند. خیلی تنقید کرد، التماس جواب گویید. اولش که من میخوام همه آدم در اینجا باشند مردانه خیزر پیش ما بیاد. ما به او جنگ نمیکنیم، دست به گریبان نمیشه، همچو یک بحثی علمی میکنیم. همون قرآنش بیارد نزد من او رو نشان دهیم از کدام سوره است، در کدام آیت است، ببیند اگر مسلمان باشه خودش خوانده خودش حکم خوش براره. دیگر اینکه برادرای عزیز این حکم سطر بیان کردنش این وظیفه شما رئیسای محله نیست، این وظیفه شما معلمای محله، این وظیفه وارثای پیغمبر است. به خاطر یک قرآن ترجمه دار خواندن تو احکام اسلام نمیشناسی. علماها 50 سال و 60 سال کتاب بینی میکنن، باز یک جای نماز کمبودیش جواب گفته نمیتونند. تو با یک قرآن ترجمه دار اسلام حقیقت با همه جزئیات یاد گرفتی؟ بیار جوانمرد باشی من تو رو نشان دهم در کدام سورت و در کدام آیت است. گیر بیار قرآن تخیز. امروز دموکراسی از تو نترس، من تو رو چی نمیگم، منم از تو نمیترسم. من فقط یک جای ترس دارم و یک الله هست. بیار کتاب تخیز، بیار من نشان ندادم اگر در روی من توف کن. از خدا ترس. برای این گپ گفتم پیش ایشان داملا را گفت حضرت داملا در کجاست همه آیت حجاب و من نشان دهم من خانم. این است مردی. وای زاغ سیاه نیست، وای مسلمان است. مگر مادر تو زاغ سیاه بود؟ مگر مامای تو زاغ سیاه بود؟ مگر ماما کلان زاغ سیاه بود؟ امروز همون حیوانهای لوچ، هوای زیباگی، هوای مدنیت. مرگ به تو باری مسلمان، مرگ بر تو باری مسلمان. با تو پیغمبری تو رو شاید 5-6 موسفید احمق جنازه میکردگیست، با کدام یگان ملای بی غیرت تو رو با جنازه میکردگیست. وای زاغ سیاه نیست، وای ایمان است. مگر راضی هستی که دختر رو سینه‌اش در کوچه تابت گردد؟ مگر راضی هستی دختر رو درانی پاش در کوچه تابت گردد؟ به همین راضی هستی؟ به جای اینکه شما دخترها رو نصیحت کنید که بچه می حیا را همه دوست می‌دارد، تمام اشعارش کلاسیکای گذشته رو خوان درباره حیا یا الله سخن میگویند. مگر از خدا نمیترسید؟ ما از تو نمیترسیم. دادر عزیز خان ملیسه هستی، خواب فرقرار هستی، کسی که باشی والله پنجتی نمیکنم من تو را. وقتی که حقوق حق اسلام در گم میزنی، حکم اسلام در گم میزنی، تو قدر نداری برای ما. کسی که نباشی، خواه معلم هستی، خواه درکتر هستی، تو مسلمان باشی، مرد باشی، خیلی کتاب تگیر بیار، بیار پیش من. خوب به من رو فرو نمیشی، پیش داملا بیار همسایت است. احکام اسلام شوخی ندارد. حضرت بیدین گفته بود ادبگاهی محبت نه شوخی بر نمیدارد. ما ملاها از پیش خود گپ زنیم بگه خدا زبانای ما را از حق با میکشد. آی دادر عزیز، کسی که باشی خداوند اول توفیق دیاد، اول خدا هدایت کنه برای راست اصلاح شه و الا خداوند جوان مرگت کنه. کسی هستی دادر عزیز، ما از ترس خدا این سخنها رو با شما میرسانیم و الا برای من چه زور آمده است که گلو هم خسته شده، چه زور آمده است که در پیش حکومت دارا خمای قدر سیاه کردیدم. من خدا مجبور دارد که به شما حکمش رسانم. اصول اختیار در تو از قبول کنی کن، قبول نکنی ما تو رو مجبور نمیکنیم. آخه این امر خداست. ما برای نمایش دهی نه، برای شهرت نه، برای خود. من از شهرت بیزار هستم، من از خود نمایی بیزار هستم، من از 50 پولی میدادگی کنجه بیزار. من خدا هر نماز در مسجد چیستم آدم میرن زیارت میکنه حق میتیاد. من از خدا میدانم رزق من خدا میتیاد. من در رحم مادر بودم خدا من رزق داد، امروز من به رزق میگذارد. لیکن به خاطر خدا به من گفته یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. همین آیت ترجمه خواندی؟ همین آیت خواندی که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای پیغمبر و ای جانشینان پیغمبر حکم ما به بندگانم رسان. همین از روی عیسی کو خواندی نه؟ یا همیشه هم در قرآن نیست؟ مگر این آیت در قرآن نیست؟ یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. این در قرآن نیست؟ و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. این در قرآن نیست؟ تو کدام قرآن خواندی؟ یکم یهودی رو قرآنش خواندی یا یکم بیبلی خواندی؟ شرمنده با مسلمان میگیرد خودش، با مسلمان میگیرد. پگه پیش خدا میری گفتی ازبک بارگندن کیز کرسیز. ببینی تو هم میری من هم میرم. همون روز خداوند اگر من در محکمه سودش خیزانه، من تو رو که الان نمیشناسم کی هستی، یکم بوزدل هستی ایجاد نمیخیزی، اگر در اینجا بخشی نباشی میلوش، من همون روز در پیشگاه خدا بالای تو دعوا میکنم. والله خدا شاهد باش، من بالای این سگی لعین دعوا میکنم پیشگاه تو در محکمه سودی خدا. حیف تو مسلمان. الله فرصت داری کلمه عرض کن مسلمان شو. زن تا ایسر نکاح کن و الا نکاحت بریده شد تو مرتد.